ویدا وقتی که به ناصر خسرو اومد درخواست قرص برنج کرد، اما اون موقع قرص مورد نظر رو نداشتم، ولی با اصرار خودش رفتیم تا قرص رو تهیه کنیم. اما هنگامی که برگشتیم گاریم رو به سرقت برده بودن. من که شاکی شده بودم، اون مدعی شد قرص رو نمیخوره و فقط میخواد نامزدش رو بترسونه. ویدا درخواست کرد تا با همدیگه به تجریش بریم و پول رو اونجا به من بده. منم قبول کردم و با هم به تجریش رفتیم. اونجا جلوی خونه‌ای وایساد. فکر کردم میخواد بره پول بیاره، اما با گوشیش تماسی گرفت و گفت بیا بیرون. 5 دقیقه طول نکشید که پسر جوونی از خونه اومد بیرون. ناگهان ویدا جلوی چشمای پسر جوان قرص رو خورد و حالش بد شد. با کمک همون پسر اونو خیلی زود به بیمارستان منتقل کردیم، اما اقدامات کادر درمان فایده‌ای نداشت و روی تخت بخش اورژانس به کام مرگ فرو رفت. بعد از ظهر دوشنبه 11 تیر ماه، مرگ مشکوک زنی جوان در محله تجریش به مرکز پلیس 110 گزارش داده شد. با اعلام این خبر تیم تحقیق راهی محل حادثه شدن و جسد زن جوان بلاگری رو مشاهده کردند که بر اثر مصرف قرص برنج خودکشی کرده بود. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که احتمالاً زن جوان که با نامزد بلاگرش از شمال راهی تهران بوده دچار اختلاف و در مسیر از ماشینشون پیاده شده و بعد به قصد خرید قرص برنج راهی ناصر خسرو شده. بررسی‌های بیشتر هم نشون میداد که ویدا افشار هنگامی که به خیابان ناصر خسرو میرفته در مسیر استوری گذاشته و طلب حلالیت کرده. مرد قرص فروش هم اونو تا تجریش همراهی کرده. با من همراه باشی تا جزئیات خودکشی ویدا افشار بلاگر معروف اینستاگرام رو با هم بشنویم. سلام دوستان، به کانال اسرار جنایی خوش اومدید. من کجالم، 22 سالمه، راوی پرونده های جنایی در ایران. شما بیننده و شنونده یک پرونده دیگه از سری ویدیوهای ما هستید. اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. یک شب در میون با یک پرونده جنایی جدید در خدمتتونم. مرسی که هستید. ساعت 2:30 دوشنبه 11 تیر ماه امسال، یکی از ماموران کلانتری تجریش در تماس با بازپرس کشیک قتل اونو در جریان مرگ مشکوک زنی جوان قرار داد. با دستور قضایی تحقیقات اولیه درباره مرگ این زن آغاز و معلوم شد. اون ویدا نام داره و از بلاگرهای معروف در اینستاگرام بوده که بیش از 1,000,000 نفر دنبال کننده داشته. همچنین در بررسی‌های اولیه پزشکی معلوم شد ویدا بر اثر مسمومیت با قرص برنج جون خودشو از دست داده. همین سرنخ کافی بود که ماموران تحقیقات ویژه‌ای پیرامون مرگ این بلاگر معروف آغاز کنند و معلوم بشه همسر این بلاگر که به پیمان آدیداس معروف و بلاگر بود 1 سال قبل از دنیا رفته. ویدا هم با دوست صمیمی همسرش نامزد کرده بود. انتشار این موضوع اما در فضای مجازی باعث شد دنبال کنندگان اونها به این ماجرا واکنش‌های تندی نشون بدن و همین واکنش‌ها زندگی اونا رو تحت تاثیر قرار داد. با تحقیق از خانواده ویدا مشخص شد چند روز قبل اونو نامزدش یعنی آبراهام به یکی از شهرهای شمالی کشور سفر کرده بودند، اما اونجا سر مسائل مختلف با هم درگیر میشن که همین موضوع باعث میشه ویدا بین مسیر از ماشین پیاده بشه و تنها به تهران برگرده.
این زن صبح روز حادثه تصویری از ناصر خسرو رو استوری کرده و میگه به زودی سورپرایزی داره، بعد هم از فالووراش میخواد حلالش کنن. ظهر روز دوشنبه ویدا جلوی خونه نامزدش آبراهام یکی از قرص‌ها رو میخوره که تلاش‌ها برای نجات جانش بی نتیجه موند. در تحقیقات بعدی مردی که به ویدا قرص برنج رو فروخته بود شناسایی شد و توی بازجویی‌ها گفت این زن بلاگر برای خرید قرص برنج پیشم اومد، اما قرص‌ها تموم شده بود. نمیدونستم این قرص رو برای چی میخواد. گفتم برو یک روز دیگه بیا، اما اصرار داشت که باید از من قرص بگیره. اونقدر اصرار کرد که منم قبول کردم. با اون دنبال قرص رفتیم، اما وقتی برگشتیم گاری دستیم رو برده بودن. از من خواست همراهش به تجریش برم تا اونجا پول قرص‌ها و خسارتم رو بده. میگفت قصد خودکشی و خوردن قرص رو نداره، فقط میخواد نامزدش رو بترسونه. مجبور شدم با اون همراه بشم. وقتی نامزدش از خونه بیرون اومد جلوی چشم اون قرص رو خورد. بازپرس شعبه 11 دادسرای جنایی در این باره گفت در بررسی ماشین ویدا 2 قرص برنج دیگه هم پیدا شد. شواهد نشون میده اون به قتل نرسیده بلکه خودکشی کرده. ویدا افشار قبل از مرگش با انتشار استوری‌های متعدد در اینستاگرامش تهدید به خودکشی کرده بود. اون همسر پیمان آدیداس، بلاگر معروف اینستاگرام و خالق کلیپ‌های سوسماس در فضای مجازی بود. بعد از مرگ پیمان، ویدا با شخصی به نام آبراهام ازدواج کرد که دوست پیمان آدیداس بود. گمان زنی‌ها حاکی از آنه که اون به علت اختلاف با همسرش دست به این کار زده. ویدا افشار متولد 3 تیر 1381 بلاگر و رپر مشهور اینستاگرامی بود. اون علاوه بر بلاگری در زمینه خوانندگی رپ هم فعالیت داشت و در سبک دیسلا فعالیت میکرد. حالا دیگه نه پیمانی وجود داره نه آیدایی. پیمان آدیداس جوان 27 ساله‌ای بود که در فضای مجازی اون رو به نام خالق سوسماس میشناختن و کلیپ‌های طنز اون که عمدتاً به همراه همسرش به نام ویدا منتشر میشد در میان کاربران اینستاگرام به حدی طرفدار پیدا کرد که رقم فالوورهای اون رو به بیش از 1 میلیون نفر رسوند. علت مرگ پیمان سکته قلبی اعلام شد و بعد از اینکه این مرد جوان به کام مرگ فرو رفت، طرفداران اون در بدرقه‌ای با شکوه مراسم ترحیمش رو انجام دادند. در همه این مراسم ویدا همسر پیمان صاحب عزا بود و بعد از فوت شوهرش در استوری ها و کلیپ هایی که در فضای مجازی منتشر می کرد یاد پیمان رو زنده نگه می داشت. البته شهرت ویدا تنها به این دلیل نبود که اون همسر پیمان بود، بلکه اون یک خواننده رپ بود که صفحه شخصی اون در اینستاگرام بیش از 1 میلیون نفر فالوور داشت. اون با گذشت 1 سال از فوت شوهرش با فردی به نام آبراهام ازدواج کرده بود. زمانی که اون در اینستاگرام تصاویری از زندگی جدیدش منتشر کرد، کاربران و طرفداران اون از تصمیم زود هنگامش برای ازدواج مجدد شوکه شده بودند و برخی افراد واکنش‌های تندی نشون میدادند. دوستان، این خبر کاملا صحت داره و ویدا افشار جون خودشو از دست داده. اینو گفتم چون خیلیا میگن دروغه و شایعه کردن، اما هیچ دروغی در کار نیست. گاهی حرفها آدم رو میکشن. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.